بچه اومدیم پارت 2 فهمیمم. خوش اومدید به این ویدیو. بریم ببینیم که این ویدیو برامون چی میاره این روزای جدید. خب بعد بر بچه‌مون بریم یه دارو هم بگیم. بچه کارمامون چطوره؟ کارمامون خوبه. بچه میخوام تو این ویدیو کارمامون رو برسونیم به خوب، یعنی خوب. حالا ما فعلا کارامون رو بکنیم، فعلا حرف زیادی نزنیم. خودم حقیقتا این چیزی که دارم اینه که بازی واقعا بازی خوبیه بچه‌ها و ویو هم خوب خوردش، دستتون هم درد نکنه. چیزه بچه اومدم یه پورت بگیرم، اصلا انقدر گند زدم توش که چیز کردم دیگه، در اومدم دوباره رکورد کنم. اصلا یه گندایی زدم، یه کارایی کردم که بچه‌ها یعنی اصلا داغون شد سیو. خدا رو شکر که من یه سیو بکی داشتم آجی. و واسه همین اگه میبینید یکم اینترو رو سری گرفتم و اینا سر همین، اگر نه من همیشه سر اینترو هم وقت زیاد اینترو انگلیش پرسن اینترو هم وقت زیاد میذارم. خیلی خوب پول اینو بده بریم ببینیم اگه میشه کارمامون این دست رو بریم بالا و تا جایی که میشه این آشغالا رو هم بگردیم، تو اینا پول زیاد هم. چند میفروشه اینا رو خانوم؟ گرون؟ خوب. میگه دارم میترسم. من خوب مطمئنم خوبه. من فهم خواهم اوکی باش. وای حاجی چرا این بازی پیکسلی باید اینطوری منو احساسی میکنه؟ آقا نکنین دیگه از این کارو. احساسی شدم. خب من الان زنش شوهر شما برچی خودش هم کرم داشت دیگه. خواهر جان میاد میگه بیا بریم فلان کار کنیم، بیا بریم فلان کار کنیم. حتی من فکر پول ما بود دیگه بنده خدا. نمیدونم چی بگم آجی، اینقدر یه دفعه باز حالا بد شد سرم این موضوع. اینونتوری رو بردار واسه بریم به اینا کمک کنیم یه ذره کارمامون بهتر شد. تو شب چه اتفاقی میفته؟ یوز کارمامون باید بهتر شده باشه دیگه. آها آره مقداری تکون خورد. دیدم قشنگ تکون خورد. بذار یکم با مردمم بچه‌ها فکر کنم من دیدم حرف میزنم بهم چیز میده، بهم کارما میده. شهر رو داریم بهتر میکنیم. شهر به من نیاز داره. Something in a way. شهر به من نیاز داره. Something in a way. هیده مرسی. واقعا خانوادم غذا نیاز داشتم ولی خب همونجایی که ما یه آدم چیزی هستیم. حالا بذار فعلا برم برگر فروشی کار کنم. بچه دیگه نباید توف کنیم تو برگر یا پول بدزدیم چون کارما به شدت میاره پایین. تازه فهمیدم نمیدونم دفعه قبلی چرا نمیبرد ولی اون دفعه زدم داغون کرد کارمامو. فقط میخوام خوب کار کنم تو حقوق بگیرم. چی میگی داشتم؟ سیب زمینی بیا جونم. سیب زمینی دوتا برگر زد. این چیزی نوشیدنی زد. بودو بدی بیا دوتا همبرگر یه سیب زمینی. نه یه دونه چیز. بودو خب دوتا همبرگر یه نوشابه زد. بودو دوتا نوشابه قرمز یه همبرگر. فاینال اوردر هم شد. اوکی
نوشابه از هر خوب حاجی امروز خوب پیش رفتم. خوب الان برگر بو شدیم ما. خوب زدیم پولم خوب گرفتیم. اصلا حد شد دیگه خلاف نمیکنیم. کلا میریم تو کار خیر. فقط خیر. ما خیر کار شدیم. ما قاتل. بیادش کارمای ما رو کم خوب کن. دمتم گرم. برای من مهم نیست غذا مرتلقه چیه. یکم غذا هم برای خونه بخریم دیگه. گناه دارن زن و بچه همون. چقدر ما پدر خوبی هستیم بچه. پدر خوب سورنا. اگه میخوای من بابای چی بود منظورم شوهر خوبیم. هر کی میخواد میتونه تو کامنت ها بگه با من ازدواج کنه. من واقعا مشکلی ندارم. فقط مهریه یه سکه هم بیشتر نه یه سکه هم زیاد. من آقا پول ندارم دیگه. مهریه رو نمیتونیم کارش کنیم. اگه کسی مهریه میخواد به تفاهم نمیرسیم. دست به زن ندارم ولی دست به مرد اونم ندارم. هیچی دیگه. هر کی خواست بده ازدواج کنه ما قبول میکنیم. آره دیگه. فقط به زنم پارسا نگین بچه. نشنوی دلش میشه. چی جانم رسیدم عزیزم. خونم. آره خونم نترس. سلام عشقم پارسا. چه خبر؟ جونم بابایی. میگه چه هیولایی باید بسازیم؟ من میگم یه ربات. میگه چه رنگی؟ میگم سبز. میگه خفن میشه. چی اسمشو چی بذاریم؟ تویستر. میگه آخرین چیز چه موجودی باشه؟ یه چیز او گوگلی شد. خیلی خوب جونم. میگه ما برای همیشه یه خانواده میمونیم. البته امیدوارم. این امیدوارمش من یکم ترسون دقیقتا. بذار غذا رو فردا بهشون میدیم. بودو نگرفتم مگه اینو میشه؟ نه بس که باگ شد. همین نمیدونم چون ترکشون نمیکنه. اوک خونه که از این بر تمیز شد. بریم این پایین موشای کثیف هم بکشیم. بیا موشای کثیف. آها برو دیگه. خب به تایم هم که الان دیگه. کودک بابایی خوابید. نه بابا میخواستم برای بچم قصه تعریف کنم. زنی که تو بچه من نمیگی. پارسا اصلا طلاقت میدم فردا. خاک تو سرت کنم. به درد نخوره احمد. وای به تایم از دست دادم. خانوادم ناراحت شده. ای وای. مورنینگ عزیزم مورنینگ. باش بازی هم میکنم. چون خیلی خودتو نگران دارم. اوه خوشحالم نشدن تنات میذارن. باش من حواسم هست. حاجی بروس پول نمیخواد امروز. نه میخواد. الکی خوشحال نشو سرونم. بازی دیگه از این باگا نداره. خب میتونم بذارم خودم ببرم 100 تا ایکسپی بهم بده. نه میذارم بچه‌م ببرم. فدا سرش عشقمه بچه‌م. دلم میخواد ببرم. چرا یه سری آدم خیلی بدن؟ گاهی اوقات آدم فقط هستن. نه تو گو میخوری جانم. نمیتونم شور میبینم. دیگه خوب میشه یه روز بمونی خونه. میمونم عزیزم میمونم. حالا یه روز میمونم دیگه. یا امروز فردا. یه روزم یه دفعه دیگه بر نگشتم. نه در نظر بگیر. من واقعا آدمیم که بچه باید قدر منو بدونی. از این بعد بچه یادمون باشه 1 ساعت قبل چیز برگردیم خونه.
باید خوبم پول در بیارم امروز. خوبم باید پول در بیارم. $110 بودو چی شد؟ خب اینا هم گرونن ها. اینا هم بودو جانم من تو با پلیس حرف زدم. من مطمئنم این کار نکردم. گفتم با پلیس حرف زدم اونا مطمئنن میگن که اون ترکت کرده. من گفتم که نه این کارو نکرده. بعد گفتش که من فقط میخوام اون حالش خوب باشه. بیا داداش یه سری آتاشخال برات آوردم بخر دیگه. با مردم هم یکم حرف بزنیم یکم مورالمون هم خوب بشه. باش ببخشید غلط کردم میخواستم دستم خوب خانوم. آره باش من فهمدم تو چی گفت. بذار این پیتزای خراب شده رو بدم به این چیزا. یه دفعه کارمون نریزه آجی بگی تو پیتزا خراب شده دادی به بانکت غذا. اون خودم میخورم اگه شما نمیخورید. نداد بهم یای خوب. میخوام ببینم به تهش برسه چی میشه. اندینگ بازی فرق میکنه، شهر فرقی میکنه. میبریم بازی رو مثلا یه دفعه پلیسا میفهمن ما آدم بدی نیستیم. کارما رو خیلی خوب کردیم. من منظورم اینه که کارمای خیلی خوبی کردیم. نه یعنی فقط خودتون فهمیدین چی گفتم دیگه. بریم داخل. ترای هارت میخوام بکنم آجی. اوه قشنگ شد. بودو چی میخوای عزیزم؟ بیا جونم چی میخوای عزیزم؟ جانم چی میخوای عزیزم؟ جانم چی میخوای عزیزم؟ چی میگی؟ چی میخوای عزیزم؟ بابا میخواستم بیشتر چیز کنم. $68 خیلی داره خوب میدی اصلا از این بعد آجی من کارم اینجا هم پولم رو در میاره آجی. خوبه خوب دارم کار میکنم. توزه از اینم لیول آفشم بیشتر کار میکنم ولی خیلی آجی کم سخته یعنی بخوایم خوب بریم. میگه شهر به نظر خوشحالتر میاد. آها فکرم جریان کارما هست. کارما هست. الان خب شهر قشنگتر شهر خوشحالتر به نظر خوب میدونید یعنی خیلی مهم نیست برای من. شهر خوشحالتر به نظر میاد. چه سودی بر من داره؟ بذار مردم ببینم میتونم حرف بزنم کارمامو ببرم بالا. اینم بده بدیمش به این چیزه. بیا باش فهمیدم. کارمامون رو آجی بچسبونیم به سقف که قشنگ کیف کنیم دیگه. بیا داداش یوز احمدی؟ بیا خیلی دیگه آجی آدم خوبی شدیم. نمیدونم چیه ولی بعدش کارمام که بد شده بود دوز تیمی اومد تو شهر اومد خفتم کنه. همه رفتارشون با هم بد شده بود. اصلا خیلی چیز وحشتناکی بود آجی. کارماتونو هیچ وقت نذاریم بد بشه. حتما میشنوید.
اصلا بچه بازی اینطوریه که شما باید آدم خوبی باشید. بازی اینطوریه. او راستی قرار برای بچه‌م چیز بخرم، دارو بخرم. وایسا قربونت بشم، بعد دارو هم میخرم. فدات شم خانوم، دارو برای بچه‌م میخوام. بدو بذار میشنشو ترک بزنم. میشن سیک دی لوست پروگرس. لاست پروگرس رو میکنه لوست پروگرس. دیوانه. بر بچه‌مونم دارو هم خریدیم. فداشم قربونش برم. آی با $50 بهمون ضرر زد متاسفانه. قربونش برم. اوه اینم توش غذا داره. بلوبری. میتونیم بچه حیوونا رو بکشیم ولی از کارمامون خیلی بدجور کم میشه. مثلا همین من پیشنهاد نمیکنم. اینا ارزونه؟ گشنگی پر نمیکنه اینا احمقا. من میرم میخرم. اینا خوبه. بریم. بازی زنگ نزنه بگه هانی کام تو بد، من دلم برات تنگ شده. هپینس فامیلی هم داره کم میشه. یه دفعه تنها نذارن اینا این وسط. رکوردم که داره میشه بازی. بعد چرا صدای دکستاپ آنم میاد. اوکی. بیا هانی اومدم خونه. فشار نخور. های؟ آها. آخه بذارم تو چیز. بچه گلم مریض شده. فداش بشم من بچه‌مو. قربونش برم من. بچه مامانش، بچه بابایش. اوکی بازی هم با اینا بکنیم. فامیلیمون ناراحت. خیلی دیره. میتونم کار کنیم دیگه. درتی کلوز. الان لباس کثیف من باید قاعدتا داشته باشم. اون دستم نفهمیدم مشکل این چیه دقیقا. الان لباس کثیف من کجا باید در بیارم. یادم آخه یه دونه اینجا. بابا اینجا این که هستم با خود درگیری سرانو داخل. به تایم الان. اوکی هپینس فامیلیمون هم که خوب میشه دیگه. الان بریم براش استوری هم بخونیم. شب هم میمونیم خونه. عاشقمون میشه اصلا دخترم. روزگاری یه اژدهایی بود. میگه یه اژدهای ترسناک نبود. میگه بذار بچه صدای دخترانه در میارم. صدای خودم هم دیگه مردمون در میارم. هیچی نشد. میگه اون در یک غاری نزدیک روستا زندگی میکرد. گفت یه غار ترسناک. یه روز رفت توی روستا و تمام ویلیجرها رو خورد. تو تا حالا آدم خوردی؟ نه این کار درستی نیست. میگه آیا آدمای دیگه این کارو میکنن؟ یکی تو مدرسه به من گفتش که میکنه. عرض میشه رو باور نکن بچه. خوابم میاد. باشه بچه شب خیر. او پارسا جونم. میگه اونا مثل پر خوابیدن. میخوای بمونی؟ آره بابا میمونم. پدر خوب یعنی من. جونم. دیگه. It's Friday. Time to work. Dinner. کی بود؟ بروس امروز از همون پول نمیگیره. بذار حالا با بروس هم آشنا میشیم. ما اول خانواده ما اولویته. این بروس و اینا برامون مهم نیست. حاجی دم بروس گرم بابا. اصلا دمت گرم رفیقمو کشتی. منم بکش. امروز پولم که نگرفتم. گفت بیا باهم غذا بخور.
کجا غذا بخورم با عشقم؟ آها اومدیم باش غذا بخوریم. بیشرف. میگه خیلی دیر رسیدی. میگه یه آدمی اونجا رسیده روی چی؟ من باید با این یارو چیکار کنم؟ ما نمیتونیم اونو داشته باشیم. بهش یه چیز دیگه نویسه. ها میگه داره یه چیزی راجع به آقای دلوری مینویسه. ما نمیتونیم هم چیز داشته باشیم. بهش یه چیز دیگه نویسه. و اگه اون قبول نکرد میگه به من زنگ بزن. ما میریم حسابش رو میرسیم. چی؟ will go from there؟ نمیدونم چی میگه، منظورش چیه. چرا خودت نمیتونی اوکیش کنی؟ میگه اگه ما رو ببینه فرار میکنه. حالا برو کارش نبکن. خیلی یارو ببین باشتی میتونم بهت کمک کنم؟ بذار من بچه صدا اینو اینطوری دارم. میتونم بهتون کمک کنم؟ من صدا خودمون دیگه عادی دیگه. میگه در اصل من اینجا کمکت کنم. من برای آدمی نمیگشتم که بخوام باش حرف بزنم، ولی خب پیداش کردی رفیق. میتونم برات چیکار میتونم برات بکنم؟ بروس من فرستاده. بروس. من چیزم، من دیگه دستکاری ندارم، دستی توش ندارم، من میترسم. میگه چیزی راجع به اون چیزی که می‌خواستی راجع به دلوری بنویسی رو ترتیبشو بده. راجع به شنیدی نه؟ تو نمیتونی این کار بکنی؟ kill it or I'll be next headline. گوش بده فقط تمامش کن لطفا. میگه اون چیزی که قرار از من تو این شهر درست شه میتونی به بروس از طرف من بگی. من از همه اینا میکشم بیرون. اون هیچی رو من نداره. تو داری اشتباه میکنی. من جایی که دارم میشینم جفتمون میسازه. حالا اگه من رو ببخشی بیشرف. چه اتفاقی افتاد؟ قبول نکرد. اون کجا رفته؟ رفت دستشویی. خوبه. یه چی؟ کامیونیکیشن؟ اوکی کموشی نمیدونم چیه. چرا؟ میگه ما همین الان کارشو میکنیم، تو فقط انجامش بده. میگه یه حواس پرتی درست کن، ما انجامش میدیم. این بچه بهش ما هشدار دادیم دیگه. بذار یه دقیقه داداش. بله بیسپر من یه رازی دارم که بهت بگم. بله من یه اسلحه دارم. همه بخوابین زمین. این یارو اسلحه داره. آروم باش شب شوخی میکردم. من دارم پلیس زنگ میزنم. نه عذر میخوام، من متاسفم. این احمقو بزنیم. alright برو دستشویی. میخوام من یه سری آدما رو تو دستشویی دنبال کنم. از من سوال نپرس. حاجی فکر کنم کشتش. بابا تو چطوری؟ عجب آدمیه. بیا کی به مهمونی پیوست؟ چه اتفاقی اینجا افتاده؟ میگه کاری که چیز کردم گوشیشو بردار. داداش میگه یه چیزی راجع به چیز نوشته ایلکشن. یه چیزی راجع به چی؟ میگه یه تیکه‌ای داره راجع به همین رأی‌گیری ولی هیچ اسمی نداره. و هیچ اسمی روش بذار و بفرستش. خب باشه تمام شد. وای دستم خودش زدم. حالا چیزو بردار. اینجا رو تمیز کن. این گودونی رو. دور بر میبینم. See you around آجید. جمله تاریخی. مت که تو گند زدی اینجا من باید چیز کنم؟ الدنگ. من یکی هم میاد اینجا دهن من سرویس میکنه. تو شکارش کردی یا رو میشه بدونم؟ Leave the bar. بروس رفتیم بیرون. خیلی خب این $100 هم به اون پول داد. دمش هم گرم. پول امروز هم اونم حاجی چیز کرد. دمت گرم حاجی. خدای دمش گرم. هم $100 نه کل روزمون رفت. ولی حاجی هیچی از استاتای خانواده‌مون کم نشد.
این عالیه. آقا بچه جون کودک. آها بعد اسکیپ بزنم. اسکیپ تایم. already bed time. بد تایم که الان من نمیتونم با این حرف بزنم. وقتی که انترمه رو بردیم بیرون که عجب. باش بخواب دیگه چیکار کنم. ویکند تعطیلی مانی. اوکی هفته بعد شروع کن. هی 20 روزه بچه 20 روز و این اولین هفته بود که ما سپری کردیم. هنوز هم 28 دقیقه شده سریع رفتیم کارمون انجام. $130 اب نه ترتیبش میدم. میشن یه چیزی نه کودکی برام میشن داره بابا. میگه عمو جری برای من یک دونه اسلاید خریده تو چی بود اسمش حیات باشه. میشه برام درست کنی لطفا. $1 100 تا ایکس پی باشه بابا عشقم. مرسی بابا. From wonderful news. باش بابا اصلا چقدر من این بچه رو آجی دوستش دارم با اینکه بچه خودم نیست. آها ایناست. اینا چیه دقیقا؟ آها برای سرسره خریده. عمو خوبی داره آجی. عموهای من از این کارو نمی کنن ها. آو تابه. چیه این؟ تاب و سرسره؟ عمو شکم این چیز ناامنی نیست این چیزی که برای بچه من خریدی؟ فکر کنم قصد بدی داشته. درستش کردی؟ البته شبیه عکسش به نظر نمیاد. thanks your میگه از نه نمیاد. برام ممنونم. باگ نه. میگه یه کرمو همین الان مالوندمش. چرا مالوندیش؟ داشت اذیت هم میکرد. اون دلیل خوبی نیست. آی شد بعد بگم ببخش. پول سگ کتک بخور. سرونه پیاده بزنمش انگار دارم خودم میزنم. خیلی خوب بعد بریم بچه هارد ورک. ولی خوبه بچه روزایی که فکر کنم هر جمعه این بروس وین بروس کیه میاد به ما یه کاری میده. ترسیدم. میشن پیکس. او این چیه؟ خوبه آجی یه پولی میگیره من سریع میرسونه خونه ولی حال نکردم حقیقتا. خیلی خوب بچه ها بریم ادامه روزمون. آجی هر 1 ثانیه تو این بازی یعنی 1 دقیقه بازی فهمیدی. ولی بازیش بکنم بچه خیلی طولانی تر از 20 روز باشه. چون همه اسکی چی بود اسمش اون همه ناکنی بچه تکستار مثلا این میگه زمان آرومتر میگذره. حاجی این خیلی خوبه که این چیه مثلا. وای حاجی کاش من اصلا این اولی ها رو نمیگرفتم. لیگال جاب مثلا خب همبرگر فروشی هم لیگال جاب حساب میشه دیگه. وای حاجی چه غلطی کردم. وای چه غلطی کردم. حاجی باید تونتون ایکس پی بگیرم. میشن ایکس پی میده. میشن خوبه. بذارم این چی میگه مثلا میشه اینونتوریم جا داره؟ آره چی میگه این میشنش؟ بگو. میگه سلام جو ببخشید که راجب چی؟ راجب جابت گوشت راجب کارت چنده ممنون. رو پای خودت وایسادی. با اون حرفت منظور چیه؟ یک چیزه یه بیزنس جدید شروع کنیم.
میگه همه آدم ها توی این زنده کن پس میگه این توی شهر گرونتره. میگه بیا یه کار جدید تست کنیم. آره برو چیزش کن. anything else this game has oh Jack tell me we need to have a little chat. بسیم بسی اوه اوکی شد. اوکی فاین جک رو پیدا کن. میگه اون مشکل درست کنه جک رو اگه دیدی بگو که ما باید یه حرفی داشته باشیم چون خیلی داره اذیتمون میکنه. جک تویی؟ دنگ میتونم به تو کمک کنم؟ جکی؟ کی داره میپرسه؟ من فقط دارم میگردم. من اینجا دور زندگی نمیکنم و من راجع به دختره اومدم اینجا. یه باید خیلی جزئی تر بگید. جسی و بسی گرفتم. بله میگه داری چیکار میکنی؟ میگه اونو تو سیستر فوردیتو می تو با جفتشون آشنا شدی؟ نه. Should I could use the second option What's at the farm being sold چه یارو آدم لاشیه. اوکی دقیقه وایسا یارو مرد که خیانتکار میاد بر من تازه با ذوق و شوق تعریف میکنه. حاجی اگه اینا رو نگرفته بودم الان 4 تا میشد. یه دونه دیگه هم میگرفتم میشد 5 تا. میگه برو با جسی مارکت و بسی توی فارم حرف بزن. بسی باش میشد نشست. بسی الان تویی؟ من باید اینجا نباشم چی؟ میگه من راجع به تو جک شنیدم. خب باشه اون حتما من خوشش میاد. اینه پس ما با هم دیگه عالیم ولی ممنونم جسی از اون خوشش میاد. به نظر من که باید ازش دور بمونیم. مامانم همینو گفت ولی اون تیکت من بیرون از اینجا. من دیگه نیازی نیست اینجا دوباره کار کنم. واسه تو خوبه. این یه دلیل افتضاحه که بخوای یه آدم تحت فشار قرار بدی. من نظرتو نخواستم. باید برگردم تو این Tough luck to Jack. whatever. حاجی 2 تا خواهر میخوان تیریس یعنی چیز 3 عدد. بابا چی میگی تو؟ بنده اسخ روزا شد گرشته کجاست؟ میگه به نظرم وقتشه که نه نگو فقط نگو. بابا نمیفهمی مرده اون شهر دیگه تمام شد رفت. مرد تمام شد رفت شهر. بسی تویی؟ بسی تویی؟ سالی نه ما دنبال جسی و بسی میگردیم. یکیشون تو مارکته. اوه فهمیدم مارکت کجا منظورش. این دختره بچه چیزی که من باش حرف زدم گفتش که اون یارو جک تنها بلیط من به بیرون اینجاست و فلان و اینا. نظرتون رو نخواستم و خیلی بد با اون حرف زدم. تو بسی؟ جسی بسی تو ایده چیزی میخوای بخری؟ من راجع به جک اینجا. جک شنیدی چرا آدم عالیه؟ من از اون نشنیدم حقیقتا. میدونیم آدم خوبیه جذاب قلب خوب. میگه چه چیز بیشتری دختر میتونه بخواد. ولی من چیزی که شنیدم راجع به اون و خواهرت شنیدم میگه اون راجع به همه اینا حسوده. هیچی بیشتر از این نیست. میبینم اگه دیدیش بهش بگو من بهش گفتم سلام. این مردی که الدنگ 2 تا خواهر رو گرفته داره. خیلی بیشرفی تو. خیلی بیشرفی. حالم ازت به هم میخوره. بیا با احساسات 2 تا دختر بازی کنی که چی؟ ببینم باشون حرف زدی؟ آره خوبه. بسی وحشی دوستش دارم. به نظر کدوم رو باید بردم؟ جسی بسی. این جسی خیلی بد حرف زد. بسی هم اصلا هیچ کدوم نمیشه گذاره. هیچ کدام نداره جسی.
عجب گزینه هیچ کدوم. الان اون یکی چی؟ الان بسی چی؟ حیف دیگه حیف. اون دختر باید تو فارم کار کنه همطوری برای خودش. بروس هم که اینجاست. پولت هم بدم من که گدا نگیری ما رو بکشی باز ادکی ادکی. باجی برداشت گفت من یه حرف کوچولو با طرف دارم، بعد یه دفعه میبینم جنازه طرف افتاده خونش هم ریخته اصلا دیگه هیچ. حرف کوچولو اینا داداش. مادم به آتاشخال بکشم. مرسی داداش. منم ازت بدم میاد حقیقتا. خیلی خوب این کار کنیم باجی. ترای هارد میخوام بکنم. هر بارم همینو میگم. چی میگی؟ نه این همبرگر میخوای با نوشابه زرد و قرمز. درد و بلات قصه ها تو جونم نگه بیشتر از این توش برات بمونم. تو 3 ساعت واقعا هم بیشتر از $58 نمیتونستم جمع کنم. داد بهم. تو این تایم هم فکرم استات خانوادم جلو نمیره. این مثبته. این موضوع مثبتیه. اوکی چی میگی؟ تو همون هاوتورنی؟ باید باشم. کی داره میپرسه؟ شهردار میخواد باید حرف بزن. نمیخوام. بروس تو رو معرفی کرد. این یه چیز نیست، این یه دستوره. Stay overlooking the town. اونجا باش من دوباره ازت نمیپرسم. ولی شهردار فکرم همین یارو دلوره کیه؟ فکرم همینه. دوستمونم کشت. داداش کارمامون هم یکم مثبت کن. حالا ممنون. کارمامون مثبت ولی باز خوبه. تا نه اگرم اندینگ برسیم اندینگ خوبی. پرسم این چیز بچه آدم باید خودش از خودش راضی باشه. اصلا همه اینا رو بیخیال. خودتون راضی باشین کافیه. نیاز به رضایت هیچکی نداره. خیلی خوب آقای میور خوبه که میبینم تو. شما همون یاروه ای؟ داری دنبال من میگردی. چی باعث شد بیای؟ چیز بودم کنجکاو. فورکت کات چیز بگو چرا من اینجا رو میبینی جو؟ آره this place from. من اینجا رو از زمین ساختم دیگه. اینجا فقط یه تیکه کوچولو بود زمان که من رسیدم و حالا ببین چه کارایی کردم. حالا اونا آدمایی هستن که چیز میکنن، مقابله میکنن با روند. یه گریس پایین کس زندگی میکنه و توش میونه used to be a scholar too. These days she's hired from few years back to make something to do. یه خانومه اون پایینه که مثلا اونایی که داره مقابله میکنه با این طرح
داره میگه که آره اون پایینه و قدیم هم معلم چیز بوده، هنر بوده، الان فقط اونجا چیز میکنه، چون اونجا ساحلی چیزی هست کنه. فقط بگو چه روندی رو داره مقابله میکنه. و من یه جایی رو نیاز دارم که خونش اتفاقی اونجاست. برای چی؟ برای فیشینگ کمپانی. یکی از چیزای خیلی خفن پول درار. میگه منظورت پول درار برای خودته؟ تو یه چیزی علیه پول داری نه جو؟ میگه واقعا من میتونم یکمشو استفاده کنم. دلیلیه که من پرسیدم بیا اینجا. میتونی گریس بری پیشش for instance her directly for Graceland. Yeah, I can be seen influencing her directly. I do it. انجامش میدم. Do whatever you have to do. If she wants something, fake it. I make it happen. بده. خب بعد بریم پیشش و چیزا رو یه کارش کنیم امضاش کنیم اینا رو. حالا با راه سخت یا آسون. ببین خانم من نمیترسم از اینکه بخوام تو رو مجبورت کنم یا بخوام آسون بگیرم ازت، پس بهتر خودت خونه کوفتی تو بدی به من. دیالوگای بازی بچه خیلی حال میکنم، حالا جدا از همه چیش ولی دیالوگاشو خیلی حال میکنم. خانم میتونم کمکت کنم مرد کوچیک؟ تو نیاز داری این برگا رو امضا کنی. من هیچی رو امضا نمی کنم. میخوای چیز من رو ببینی بای سامفون؟ میخوای یه سری چیزا رو بخری؟ کار تو؟ سوان فاین این چیزی واسه منه. متاسفانه دستام اونطوری که بودش کار نمیکنه. میگه اون قراره به یه راهی وارد اینجا شه یا یکی دیگه. میگه اگه اون یه کار کرده که تو داری اون کار میکنی. گریس خانم گریس من دست کن. Right I'm wrong. Hurry up and decide which side you are on. You're just as grumpy as he said. من سایدی رو نمیگیرم. فکر اینجا تمام شدیم پیک. حاجی خب من واقعا مجبورم دیگه. رسیدم. خیلی خوب. رکورد چند دقیقه شد؟ 49 دقیقه. خیلی خوب. این روز آخرمونه دیگه. آرا رو بکنیم و روز آخر. آقا نفهمیدم این برگا رو باید چیکارشون کنم. لعنت بهت. اینا بچه‌ها جدا باید برم تو یوتیوب ببینم باید چیکارشون کنم چون نمیدونم سر این برگا. 30 دقیقه هر کدوم اینا وقتمو میگیره. بد تایم میگذره در اون صورت. پس بذار رد شه دیگه. بذار رد شه که حداقل بتونم بچه‌مو چیز کنم. براش قصه‌ش رو بخونم. خانواده خوشحال نیست. کوچولو داستانم چیه؟ میگه کارتر پیالر کیتر پیلار نمیدونم چیه. میگه یک روزگاری یک چیزی که نمیدونم چیه بود. نفهمدم چی نوشتم. آره چون گشنش اون خونش رو خورد. آره چون گشنش بود. گشنگی چیه؟ اون زمانیه که تو غذا کافی نداری بخوری و شکمت هم درد میگیره. همه غذا کافی ندارن؟ نه واقعا بچه. تو نباید بهشون کمک کنی؟ خب شاید. من تو کم آمادم که بخوابم. آره حتما. میمونی امشب؟ آره میمونم. گریت. آجی چقدر ولی من پدر خوبیم. اوه آجی اینم هر روز داره بیشتر هم پول میگیره. جدا فکر کنم آجی خیلی آخر بازی قراره دست و پا بزنیم تو این دریای بی ساحل.
آرمامون که پره، چک بکنیم دیگه همین آخر سر. ها نه نمیخواد دیگه، بعد دفعه بعدی که اومدیم اینا رو کنیم. نه بچه آره دیگه، ما میشنایی که انجام میدیم هر کدوم یه تأثیری داره، ولی نمیدونم اینو باید چه غلطیش بکنم. خودم فکر کنم باید اوکیش کنم. گفت چه میخوای فیکش کنم فلان اینا، یا هم که میتونم طرف زنه رو بگیرم برم یارو رو راضیش کنم که چیز کنم. حالا نمیدونم اگر شدش که اوکیش میکنیم بچه‌ها، برای یه جای خوبم پیدا کنم چیز کنم. هاشمو ماهواره. بچه‌ها خیلی خوشحال شدم این ویدیو رو دیدید. عشقای من تک تکتون تا ته ویدیو رو نگاه کردین. اگه تا ته ویدیو رو نگاه کردین بچه‌ها یه قلب نارنجی و یه قلب نارنجی نمیدونم، آره یه قلب نارنجی واسه این خانواده عزیز و گوگلی مگولی بذارین، یه قلب سیاه واسه بابی بذارین و یه قلب قرمز هم به نشونه حمایت از من بذارین. دستتون درد نکنه بچه‌ها، تا اینجا ویدیو رو دیدین لطفا اگر کامنت بذارید کامنت انگلیسی بذارین، چون من دیدم یوتیوب واقعا دو سه تا از کامنت ها رو پروند. دستتون درد نکنه، مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی.